اجراکننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزانبات علیشیر خدابردی در آغاز جلسه فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را درباره بنابر سبب گذشتن به وظیفه دیگر از وظیفه رئیس ناحیه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان آزاد نمودن نظر شاهزاده لایق را قرائت نمود. به سابق رئیس ناحیه روشخلا برای خدمت صادقانه و صافدلانه به ساکنان سربلند ناحیه روشخلا منتداری صمیمی خود را بیان کرد. مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، شامیرزادزاده اعظم میر محمد اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه روشخلای ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین گردید. اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان راهبر نو تعیین را به این وظیفه پرمسئول صمیمانه تبریک نموده، معلوماتنامه خدمتی و متن توصیفنامه شامیرزادزاده اعظم میر محمد را منظور اشتراکداران گرداند. قید گردید که شامیرزادزاده اعظم میر محمد زاده ناحیه روشخلا بوده، سال 1980 در این منطقه بلندکوه به دنیا آمده است. سال 2003 دانشگاه تکنیکی به نام حاسمی را با اختصاص مهندس ساختمانچی ختم نموده. در این مدت شامیرزادزاده اعظم میر محمد در وظیفه های مهندس درجه دوم استخوانه لایحه‌کشی، پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی و جستجویی سنیاس، مهندس پیشبر استخوانه لایحه‌کشی، پژوهشگاه علمی و لایحه‌کشی و جستجویی سنیاس، مدیر استخوانه، مدیر شعبه معماری و ساختمان رقمی 1 و از ماه فوریه تا اینجانی به وظیفه معاون دیرکتور دیرکسیون ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده است. اطلاع داده شد که راهبر نو تعیین متخصص ورزیده ساختمانی بوده، برای بنیاد یک قطار انشاءات تعیینات اقتصادی و اجتماعی در ناحیه روشخلا موقع نظر از خود گذاشت. سابق رئیس ناحیه روشخلا نظر شاهزاده لایق به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های همیشگی و سزاوار گردیدن به باوریش منتداری صمیمی بیان نموده، در برابر این به ساکنان سربلند ناحیه روشخلا نیز برای دستگیری و فعالیت‌های یکجایی کاری در این مدت عرض سپاس نمود. اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه روشخلا شامیرزادزاده اعظم میر محمد سلام گرم و صمیمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به ساکنان سرفراز ناحیه روشخلا رسانده ابراز نمود که توجه رهبرت عالی مملکت به این منطقه ولایت مختار کوهستان بدخشان خیلی زیاد می باشد. قید گردید که در مدت کوتاه مرکز ناحیه سیمای خود را با بنیاد انفراستراکچور حیاتاً مهم کاملا دیگر نموده، بنیاد یک زمره انشاءات دیگر در نقشه می باشد که در آینده نزدیک مورد استفاده قرار خواهند گرفت. اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه روشخلا در جواب به باوری پیشوای معظم ملت وعده داد که به ساکنان به عار و ناموس ناحیه روشخلا صادقانه خدمت خواهد نمود. بعد جلسه غیر نوبتی اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزانبات علیشیر خدابردی، اجرا کننده وظیفه رئیس ناحیه روشخلا شامیرزادزاده اعظم میر محمد و هیئت همراهانش از نقشه گنرالی بنیاد بیمارخانه مرکزی در ناحیه روشخلا و مؤسسه نو تعلیمی با طرح معاصر که با دستور و سفارش های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد می‌گردند از نزدیک شناس گردیده برای انتخاب جای موافق برای ساختمان به پدرچی ساختمان انشاءات دستور سفارش های مشخص دادند.